یاری تجلی شهر خوجان آموزشان سوال سوالشان دویم بیزوفه دویم دعوت در شهر خوجان مراجعتی ساکنان به استانسی یاری تعجیلی تا جای کاهش یافته است. مثلا در یک روزی سنه 1 آگوست به استانسی یاری تعجیلی طبی شهر خوجان 153 درخواست ساکنان به قید گرفته شده است. از بین مراجعت کنندگان 21 حالت با شکایت طبی بلند و 19 حالت با بیماری التهاب شش می باشد. بنا به اطلاع دکتران این رقم 10-15 روز پیشتر 180 و در بعضن حالت از این هم زیادتر به مشاهده می رسید. امروز باشد خوشبختانه مراجعتی ساکنان به استانسی یاری تعجیلی تمایلی پایان روی دارد و نسبت به روزهای گذشته تا 25-30 حالت کم گردیده است. دعوت‌ها بسیارتر نسبتاً روزهای گذشته التهاب ششکدی بسیارتر دعوت‌ها در نظر گرفته میشد. حاضر سال بهتری دیده می شود. در 3-4 روز اخیر در دوام 3-4 روز اخیر بسیارتر مراجعتی شهروندان با بیماری فشار بلندی که ملتر دعوت شده است. التهابش نظر به بیشتر کم شدگی بیشتر شوی هم در بیمارخانه ها کم به نظر گرفته شدگی. سردکتر استانسی یاری تعجیلی شهر خوجان میرزا رؤوف هاشموف میگوید دکتران و فельдشرانی مرکز هنگام قبول درخواست‌ها وضع سلامتی مراجعت کننده شکایت اویدی کدام نمودی بیماری و نام و نسب بیمار را حتما دقیق میکنند. اگر درخواست ساکنان با تب بلند و بیماری التهاب شش باشد آن وقت دکتران با لباس مخصوص محافظتی میروند. در دیگر حالت‌ها باشد با لباس مقرری دکتران به ساکنان خدمت رسانی میکنند. 11 عدد ماشین‌های یاری تعجیلی کار میکنن. 11 دکتر، 11 فельдشر، 11 راننده در یک شبانه روز کاربری میکنن. حاضر اپیدمیولوژی در شهر خوجان نظر به پیشتر در روزهای گذشته بهتر شدگی ویزیت و دعوت‌ها هم کم شدگی. پزشکی دعوتی استانسی یاری تعجیلی رستم غنیف میگوید 10-15 روز پیشتر یک دکتر در یک شبانه روز تا 25-30 مرتبه مراجعت را قبول کرده به ساکنان خدمت رسانی میکرد. حالا باشد این رقم به 10-15 عدد پایان فرآمده است. پزشکی دعوتی رستم غنیف از آن اظهار خوشنودی کرد که دوام چند روزی اخیر مراجعت ساکنان از بیماری التهاب شش، تب بلند و کرونا ویروس خیلی کم شده است. تپکدگی، بیمه‌داری، دل بی‌حضوری، بیمه‌داری، داولین فشار بلندی، نفسگیری. فازی یاردمای همون کسالش هم موافق کنه می‌وای می‌کنیم. اگر فشارشون بلند باشه فشار پس کنه داروهای وای می‌کنیم فشار نرمالی می‌کردیم. اگر تبشون بلند باشه داروهای تابو هم خیلی کار می‌کنیم. بیمارخانه میبریم خواب می‌کنیم و بستری می‌کنیم. نوگانی‌ای که در نقلیات استانسی یاری تعجیلی وارد کرده شده است این استفاده دستگاه صنعی نفسکشی می باشد. دوام 4 ماه آخر دکتران استانسی یاری تعجیلی طبی شهر خوجان برای ساکنانی که وضع سلامتیشان وزنین و بیماری نفس‌تنگی دارند تا رسیدن به بیمارخانه از آن استفاده می کنند. این کار با مقصد آسان نمودن کار دکتران و تامین خدمت رسانی خوب به بیماران راه اندازی کرده شده است. کیسلارد استفاده بودیم برای بیمارهای سخت وزنی نفس‌تنگی حالتشان وزنین ها با زنبرچه گرفته یانش به همون وی کیسلارد برده بالون کیسلارد که یاردمچی من کیسلارد میتین بینیشون به های نیچاش میمونن بعد اونجا دوی شهر ایگروفکا میکنیم دچک شایده اونجا حالتی کسال نگاه کنیم میتیم هر حالتش سخت وزنی باشد از خانهش گرام براندازیم کیسلارد داده میبره تا بیمارخانه تا خواه شدن بستری شدن شدن. حالا در حجره ذخیره داروباری استانسی یاری تعجیلی طبی شهر خوجان بیش از 10 عدد دستگاه تجهیزات صنعی نفسکشی موجود است. دکتران میگویند در دوره پاندمی و خروج دیگر باره بیماری سیرویتی کرونا ویروس استفاده تجهیزات صنعی نفسکشی کار آنها را خیلی آسان نمود. از همین سبب ذخیره آن در انبار این مرکز همیشه نگاه داشته می شود تا در حالتهای ضروری سری وقت به بیماران یاری اولیه طبی رسانند.
ягона мушкилие ки имрӯз кормандони стансияи ёрии таъҷилиро нигарон мекунад ин намудани рақами бинои истиқоматии сокинон ва иваз карда дархост додани номи кӯчаҳо мебошад. духтурон мегӯянд ки ин хатогиҳо боиси дер расида омадани нақлиёти ёрии таъҷилӣ ба ҷои ҳодиса ва мушкил шудани кори онҳо мегардад. бино ба гуфти онҳо гурӯҳе аз сокинон баъди дархости ёрии таъҷилӣ ҳатто ба берун баромада онҳоро интизор намешаванд. خانه‌ها نمونه درهاشون نیست، نام کوچه ها نیست، سانی برامده مولی پایده نمیستن. دکتر جیغ میزنه پایده نمیستن. ما کفته میگردیم یک چند جا. استر میریم نمونه در نیست، استر میایم نمونه در نیست، سانی بعد گپ‌های نمیشدگی میگنده شما چه کاری پاموش نمیدان تا میفته. برای همین ما التماس میکنیم که هر کس نمونه داری خودش ماند، سری کوچه کوچه‌ش نامش نوشته ماند. سری کوچه و این ما دانیم که همین کوچه ابولی نیست اینا. این کوچه نمونه 1 سال میشه، نمونه 5 سال میشه. این طرف جفتش سال میشه، این طرف داخل. اما نگاه که در ما رفته یاردم میرسونیم. تیز میریم ده، تیز روی یاری تاجیلی همونجا وابسته. духтурон ягона роҳи пешгирӣ аз бемории илтиҳоби шуш ва коронавирусро дар ваксинатсия медонанд. аз ин рӯ сокинони синнашон аз 18 сола болоро зарур аст ки ҳатман бояд ваксини зидди бемории COVID-19ро гиранд. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.